چند وقته که اینجا بسته است؟ ماه مه میشه 6 سال. کسی اینجا نمیامد. شما که بهتر میدونید. ویدیو، تلویزیون و چیزهای دیگه. حالا فیلم سینمایی فقط یه رویاست. شهرداری تصمیم گرفته اونجا رو تبدیل به پارکینگ عمومی کنه. شنبه خرابش میکنن. حیف شد. تو گیشه های سینما دنبال چی میگردی؟ رو پوسترای کاغذی دنبال کی میگردی؟ صندلی های خالی و یه فیلم با اصالت واسه دلت فیلم بسازی یا واسه یه تجارت؟ به جای سینما یه بازار یه تماشاخونه، تماشاخونه ای که تابلوش فقط آویزونه. فردینو از تو گنج قارون بیاری تو گیشه، دلی تو ارزون بفروشی بازم میگی نمیشه. تو گیشه های سینما دنبال چی میگردی؟ رو پوسترای کاغذی دنبال کی میگردی؟ تموم فیلمایی که ساختی میشه تقدیم به باد، چون از تو شهرمون خریداری نمیاد زیاد. منم تویی و آپارات چیه تو تاریک خونه، خالی سینما بیا فیلم ولش دیوونه. جایزه اسکار آخرش میشه واسه ما. بیا بازم بازی کنیم رو نیمکت سینما، رو نیمکتای سینما دنبال تو میگشتم.